مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظیم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و علاقمندان برنامه الگوهای هدایت، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در جلسه گذشته پیرامون زندگی اجتماعی سیدنا عمر و اینکه چگونه از عقیده دفاع می کردن و با خرافات و بدعات مبارزه داشت به طور خلاصه اشاره کردیم. حالا بحث پیرامون تشویق سیدنا عمر مردم را به کسب و کار و به تجارت. سیدنا عمر رضی الله عنه همه مردم را، ملت خود را تشویق می کردن که حتما کار داشته باشن، حتما شغل داشته باشن، تجارت داشته باشن. سیدنا عمر در مقابل انسانهای بیکار و انسانهایی که بار دوش جامعه باشن با اونها برخورد شدید می کرد و اونها را متوجه می ساخت. محمد ابن سیرین به نقل از پدر خویش می گوید که روزی عمر ابن خطاب رضی الله عنه مرا در حال دید که لباسهای در دست من بود. گفت: اینها چیست؟ گفتم اینها را در بازار آوردم و مشغول داد و ستد هستم، یعنی مصروف بیع و شرا هستم. آنگاه عمر ابن خطاب رضی الله عنه خطاب به اطرافیان خود و نگاه به اطرافیان خود کرد و گفت: ای گروه قریش، مواظب باشید که تجارت اینها از شما پیشی نگیرن یا اینها در عرصه تجارت از شما پیشی نگیرن، چرا که تجارت یک سوم امارت هست. یعنی به این نکته سیدنا عمر رضی الله عنه توجه کنید که سیدنا عمر میفرماید متوجه باشید که تجارت خیلی مسئله مهمی است. وقتی ما میگیم قدرت دست مسلمان ها باشه، باید سرمایه هم دست مسلمان ها باشه. به این نکته که متوجه باشید که تجارت یک سوم امارت هست. همچنین امام حسن بصری رحمت الله علیه میگوید که عمر ابن الخطاب گفت: هر کس در کار و تجارت و معامله 3 بار دست به اون تجارت زد یا به اون معامله زد، اگر ضرر کرد آن را ترک نماید، به کار دیگری مصروف بشود. یعنی سیدنا عمر
از او تجارب تجارتی که داشت و از او فکر و استعداد خداوندی که داشت ملت خود را متوجه می ساخت که چگونه تجارت کنید، چگونه معامله کنید و چگونه بیع و شرا داشته باشید. سیدنا عمر رضی الله عنه از اقوالشان هست که همیشه می گفت که کار و حرفه را بیاموزید، یعنی هنری داشته باشید که به آن روزی نیاز پیدا می کنید و می گفت اگر کار و معامله نداشته باشی بار بر دوش دیگران قرار می گیرید. سیدنا عمر تشویق می کردن به کار، به معامله، به هنر، به حرفه و اینها همه تشویق سیدنا عمر رضی الله عنه. هر زمانی که سیدنا عمر با یک جوانی روبرو می شد، وقتی که با او جوان مصافحه می کرد از او چی پرسان می کرد؟ با مجردی که دست جوان را می گرفت سیدنا عمر از شغلش پرسان می کرد. چی شغل داری؟ چه کار می کنی؟ اگر شغلش می گفت سیدنا عمر او را تشویق می کرد و بالآخره او را در کاری که داشت راهنمایی می کرد. و اگر جوان می گفت که کاری ندارم و بیکار هستم او را به کار راهنمایی می کرد. اگر او جوان سر باز می زد از کار و از اینها او را سیدنا عمر تنبیه می کرد و بعد می گفت که من از انسانهای بیکار خوشم نمی آید. خیلی نکته مهم سیدنا عمر می گفت چنین فردی، یعنی کسی که بیکار هست و بار دوش جامعه هست، سیدنا عمر می گفت از چنین فردی خوشم نمی آید. و یا به عبارت دیگر می گفت که نزد من چنین انسانی ارزش ندارد. سیدنا عمر رضی الله عنه می گفت که بعد از جهاد، یعنی از اقوال سیدنا عمر هست، می فرمودن بعد از جهاد در راه خدا دوست دارم. خیلی مهمه. یعنی سیدنا عمر می خواهد بگه که من بهترین مرگ در راه خداست، شهادت هست. میگه بعد از جهاد در راه خدا دوست دارم مرگم در حالی باشد که سوار بر مرکب خود در راه کسب روزی باشم و در طلب به دست آوردن رزق و روزی از راه حلال بمیرم. این مرگ است که بعد از جهاد هست. و این آیه مبارکه را سیدنا عمر میخوند که و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله. الله اکبر. و گروه دیگری به جستجوی روزی حلال، جستجوی روزی و به دست آوردن نعمت خدا در زمین مسافرت میکنن. و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، نعمت الله را جستجو میکنن. و بعد این آیه دیگر را فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، این آیه را تلاوت کرد که هنگامی که شما نماز جمعه را ادا کردید منتشر شوید در روی زمین. فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، منتشر شوید چه کار کنید؟ فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. به جستجوی رزق و روزی حلال باشید و همیشه خدا را به یاد داشته باشید، رستگار می شوید. روزی سیدنا عمر وقتی وارد بازار و او مرکز تجارت و اینها وقتی وارد بازار شد، عدم حضور تجار سرشناس مسلمان در بازار سیدنا عمر را نگران ساخت. دید که تجار سرشناس، تجار مسلمان اینها نیستن در بازار. پرسان کرد چرا اینها در بازار نیستن؟
چرا اینها مصروف بیع و شرا نیستن؟ چرا اینها مصروف تجارت نیستن؟ و خبر به تجار مسلمان و یا تاجران مسلمان رسید. سیدنا عمر وقتی که پرسان کرد، آنها جواب دادند که خداوند ما را به وسیله فتوحات از داد و ستد در بازارها بی‌نیاز ساخته است. یعنی حالا دیگه نیازی به بیع و شرا نیست. رفتیم فتوحات و بالاخره این را بعضی از تجار برای سیدنا عمر بیان کردن که این فتوحات و این غنایم ما را بی‌نیاز ساخته. سیدنا عمر فرمودن والله قسم اگر این کار به این روال ادامه پیدا کند، مردان و زنان شما به مردان و زنان آنها، یعنی نبطی ها که در بازار به بیع و شرا و به اینها مصروف بودن، نیاز پیدا می کند. سیدنا عمر قسم یاد میکنه که اگر شما تجارت را ترک کردید، بیع و شرا را ترک کردید، معامله و خرید و فروش را ترک کردید، شما محتاج میشوید، مردان و زنان شما محتاج میشوند. پس باید تجارت به دست مسلمان ها باشه، سرمایه به دست مسلمان ها باشه، اصلا زمین خدا باید به دست بندگان خدا باشه. حکمت بر بندگان خدا میزیبد. به این است که سیدنا عمر رضی الله عنه قسم یاد میکنه که اگر شما بیع و شرا و تجارت و معامله ترک کنید، خود شما مردان و زنان همه محتاج به غیر میشوند. مثل که امروز متاسفانه مسلمان ها را درگیر کردن، مصروف کردن به جنگ و به دعوا و به اختلاف و بینها. کل امکانات، تکنولوژی، دنیا همه را از مسلمان ها گرفتن. امروز همه به دست غیر مسلمان ها افتاده، مسلمان ها را درگیر کردن به جان هم دیگر. سیدنا عمر قسم یاد میکنه نتیجه ای که امروز مسلمان ها از تجارت، از بیع و شرا، یعنی از قانون خدا فاصله گرفتن، امروز هر کدام میبینیم دست ما به طرف بیگانه دراز هست. در عرصه اقتصاد، در عرصه صنعت، در عرصه تکنولوژی، همه این مسائل. این بود شمه و قطره درباره تشویق سیدنا عمر رضی الله عنه که مردم را به کسب و به کار و به تجارت و به اینها می نمودن. گشت زنی سیدنا عمر رضی الله عنه در شب، ما امروز میگیم پلیس، میگیم امنیت. سیدنا عمر رضی الله عنه نخستین گام های به خاطر امنیت شهرها و به خاطر تأسیس پلیس به جهت کنترل و یا امنیت شهر، نخستین گام ها را سیدنا عمر در شب برمی دارد. سیدنا عمر رضی الله عنه شبها در کوچه ها می گذشت، از حال مردم و رعیت خود واقف می شد. من به طور خلاصه و فشرده یکی دو نمونه را بیان می کنم. سیدنا عمر در کوچه ها می گذشت، گشت داشت. در یک منطقه رسید که طفل نوزاد گریه می کند و صدای مادرش هم می آید و او را در حال سکوت کردن هست. سیدنا عمر نزدیک می شود و پرسان می کند چرا فرزند خود را سکوت نمی کنی؟ ساکت نمی کنی؟ مرتبه دوم رفت و مرتبه سوم و بالاخره گفت چرا؟ گفت به خاطر این که این طفل از شیر باز شود و عمر و خلیفه مسلمین امیر المؤمنین از بیت المال به این سهمیه بدهد. گفت سنش چقدر هست؟ گفت هنوز سن تکمیلی شیر را کامل نکرده و چند ماه دیگر باقی مانده است. سیدنا عمر این شب را تا صبح اشک می ریزد. ای عمر، چنین قانون وضع می کنی که اطفال مسلمان ها از شیر مادر محروم شوند؟ این قانون توست؟ به مجردی که صبح می شود سیدنا عمر به مسجد حاضر می شوند، به نماز صبح دستور می دهند که
از این لحظه برای اون نوزادانی که تازه تولد میشوند بیت المال سهمیه دارن. هیچ کس طفل خود را از شیر باز نکنه تا وقت معینش شیر را بدهد. سبحان الله، سبحان الله. این برخورد سیدنا عمر با رعیتش و همچنین موضوعات دیگری که در شب و نیمه های شب با سیدنا عمر سر میخورد چیست؟ بعد از یک میان برنامه انشاءالله ادامه این بحث را بیان خواهیم کرد. با ما باشید. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. به یقین الله از مؤمنان که در زیر درخت با تو بیعت کردند راضی شده است. او از آنچه در دلهایشان میگذشت آگاه بود. پس آرامش را بر آنان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به آنان پاداش داد. خدمت سروران عزیز و بزرگوار مجددا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گشت زنی سیدنا عمر در شب و واقف شدن از رعیت خیش. داستان دیگر سیدنا عمر که سیدنا عمر در شب بیرون شد و آن بادیه نشینی که زنش در حال زایمان و یا در حال تولد اولاد بود. سیدنا عمر می رود همسر خود را گرفته و می آورد که با این خانواده همکار باشد و در کنار اونها خدمت کند. وقتی طفل به دنیا می آید، من چون قصه بارها و بارها شنیده اید سریعتر میگذرم. هنگامی که طفل به دنیا می آید، زن سیدنا عمر بیرون می شود و می گوید یا امیر المؤمنین، بگویید که برای این شخص که طفل تو صحیح و سالم به دنیا آمده. این شخص از جای خود استاده می شود. شما امیر المؤمنین در این شب، خانم شما در خدمت خانم من. سبحان الله. این واقفیت از رعیت هست و این دلجویی از رعیت هست. داستان دیگری که از سیدنا عمر که از گشت زنی های شب سیدنا عمر به دست می آید اینه که سیدنا عمر شبی از کوچه ها عبور می کردن که صدای مادر و دختر با همدیگر گفتگو می کردن. مادر برای دختر می گفت که داخل این ظرفی که شیر داره آب بریز، آب را با شیر خلط و مخلوط کن. دختر گفت مادر، نمیدانی عمر دستور داده که آب را با شیر خلط و مخلوط نکنید؟ مادر میگوید در این نیمه شب عمر کجاست که ببیند؟ آب را با شیر خلط و مخلوط کن. دختر میگوید که مادر، اگر عمر نیست، خدای عمر که رب من و توست ما را نظاره می کند. این صحنه برای سیدنا عمر خیلی جالب بود. خانه را نشانی می گذارد و فردایش به سراغ این خانه و بالاخره احوال این خانه را می گیرد که این خانواده یک دختر دارن و آن هم دختر بالاخره خدا ترس و خدا جوی. و سیدنا عمر دانست که در حقیقت این دختر خداجویی و خدا ترس است. سیدنا عمر آمد در خانه، فرزندان خود را نشاند، گفت که کدام یک از شما قصد ازدواج دارید؟
عاصم فرزند سیدنا عمر هنوز ازدواج نکرده بود. او اظهار علاقمندی نشان داد. سیدنا عمر رفت از این دختر خواستگاری کرد برای فرزند خود. دختر باور نمی کرد که امیر المؤمنین فاروق اعظم به خواستگاری این دختر آمده. دختر در خانه امیر المؤمنین و عروس امیر المؤمنین می شود. سیدنا عمر از این دختر خواستگاری کرد. این دختر دختری به دنیا آورد. این دختر دختری به دنیا آورد که او دختر مادر عمر ابن عبدالعزیز می شود. الله اکبر، الله اکبر. ببینید ثمره زهد و تقوا و خدا ترسی را. پیرامون زندگی سیدنا عمر و برخورد سیدنا عمر با رعیتش هرچی بگوییم هنوز کم گفته ایم. سیدنا عمر نه تنها برای انسانها بلکه رأفت و مهربانی سیدنا عمر در حق چهارپایان و حیوانات. سیدنا عمر مرد را تنبیه کرد و تنبیه می کرد که روی شتر خود بار اضافی گذاشته بود و بیان می کرد که این شتر باید اندازه داره. باری که بر این گذاشته می شود از خود حد داره، اندازه داره. روزی سیدنا عمر، به این واسطه این را بیان می کنم که سیدنا عمر نه تنها این که حقوق انسانها را رعایت می کرد و عدالت سیدنا عمر تنها بر انسانها نبود، حتی بر حیوانات. روزی سیدنا عمر را ماهی هوس کرد و اشتهای ماهی پیدا شد. یکی از غلامانش رفت از نزدیکترین بندرها بعد از 2 شبانه روز ماهی پیدا کرد و ماهی را آورد. اون غلام به شستشوی و یا عرقگیری مرکب خود مصروف بود که سیدنا عمر آمد. متوجه شد که این حیوان به خاطر اشتهای عمر، به خاطر اینکه عمر را ماهی هوس کرده، این حیوان خسته شده. به خاطر اشتهای عمر به این حیوان تاخته شده. لحظه فکر کرد و بعد سیدنا عمر چی میگوید؟ والله قسم لب به این غذا نمیزنم که یک حیوان به خاطر من خسته شده و این همه عرق ریختانده. این رأفت و مهربانی در وجود سیدنا عمر نسبت به حیوانات. سیدنا عمر رضی الله عنه روزی شتر را دید که خسته و رنجور به نظر میرسه. حیوان خسته هست، رنجور، چنین به نظر میرسه. سیدنا عمر آمد، کهان او را دست کشیده و می گفت می ترسم که فردای قیامت در مورد تو از من بازخواست شود. سبحان الله، سبحان الله. ببینید رأفت و مهربانی سیدنا عمر، نه تنها به انسانها بلکه برای حیوانات هم. او عدالت سیدنا عمر، مهربانی سیدنا عمر میرسید. این بود به طور خلاصه و فشرده پیرامون گشت زنی سیدنا عمر و پیرامون رأفت و شفقت و مهربانی سیدنا عمر، نه تنها به انسانها بلکه به حیوانات. انشاءالله پیرامون فتوحات که در زمان سیدنا عمر صورت گرفت و پیرامون مراکز فرهنگی که در زمان خلافت سیدنا عمر در شهرهای مختلف صورت گرفت، انشاءالله به برنامه بعد بیان خواهد شد. پروردگار عالم
ما را پیرو واقعی اصحاب جلیل القدر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم بگرداند. تا برنامه بعد شما را به خدای کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله.